یه موقع زراره به امام صادق گفت آقا چرا انقدر شیطون با شیعیان سر و کار داره؟ تو بازارشون دروغه، کم فروشیه، گرون فروشیه، تو جنساشون تقلب هستش. مخالفین اینجوری نیستن. بعضیا که کشور اروپایی رفتن اونجا وقتی جنس رو مارکشو میزنه درجه 1 واقعا درجه 1. اینجوری نیست که مثلا فرض کنید بعضی از ماها برنج درجه 2 درجه 1 با هم قاطی بکنه مارک درجه 1 بزن. وقتی یه چیزی میگن درجه 1 واقعا درجه 1. وقتی میگن قیمتش فلانه واقعا قیمتش همون مقداره. یعنی چونه زدن اونجا، اگه کسی بخواد چونه بزنه میخندن بهش. میگن بابا من قیمتشو بهت گفتم، چونه نداره که. میخندن بهش. اما مال ما این شکلی نیست. قیمت رو یه جوری میگه که اگه کسی چونه بزنه هر چقدر بیاد پایین با سود بکنه. یعنی هم خود فروشنده هم خریدار همه میدونن قیمت این نیست، قیمت واقعی نیست. زراره از امام صادق سوال کرد آقا چرا تو بازار شیعیان انقدر کلک و دروغه؟ چرا مخالفین اینجوری نیستن؟ امام صادق یه چیزی فرمود خیلی عجیب. فرمود یا زراره انما صمد لک و لاصحابک، شیطان بر شماها تمرکز کرده چون شما دستتون پر ولایت دارید. ببینید دوز وقتی میره دوزی به خونه خالی میزنه یا به خونه پر؟ به خونه خالی که نمیزنه. خونه خالی چه فایده براش داره؟ به خونه پر میزنه. شیطان به خونه پر، کسی که دستش پر ولایت داره اگه یه مقدار مراقب خودش باشه میره بالا. شیطان با این سر و کله میزنه، او رو به گناه میکشه. با این کار داره.